سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجتبی هستم. میخوام برای اینکه همه یاد بگیرن این مود جدیدو که چجوری هستش و توضیحاتش به چه شکل هستش و براتون توضیح بدم. واسه اینکه بتونید بهتر متوجه بشید من زبان گوشیمو زبان بازیمو فارسی میکنم که بتونم راحت‌تر براتون توضیح بدم. این مود جدید بعد از بکنم 10-11 سال به بازی کلش رویال اضافه شده و میتونم بگم بازی رو از یک نواختی در آورده. حقیقتا از وقتی که این مود اومده من خودم فقط دارم اینو بازی میکنم. من برم داخل یک بازی اصلا یک بتل که بتونم توضیحات تکمیل تر رو اونجا بهتون بگم. تقلید نیمکت کنید. بازی که شروع میشه خود هر مود بازی، هر بازی یک مود داره. توی هر دور یک کپی است، یک ستاره از نیرویی رو که توی کنید اینجا اگه یه نیرو بذارید توی دور بعدی این نیرو رو دوباره به شما بهتون یه دونه اضافه میده. اما حریفم روبروی من اصلا کلا نیروهاشو نذاشت که اکسیرش رو بتونه جمع کنه. حالا بابت این اکسیری هم که این گوشه هستش، پایین هستش، تعدادش هستش طلایی صفر الان واسه من، اونم براتون توضیح میدم که به چه شکل هستش. الان نگاه کنید من روی این علامت ترجمه زدم 2 ستاره شد. حالا باز اینا رو هم کاملتر توضیح میدم که این بتل رو تموم کردم اومدم بیرون براتون کاملتر توضیح میدم. باز دوباره من میتونم مثلا یه نیروی دیگه بذارم اینجا، دوباره بعد از پایان این راند بازی به من یه دونه دیگه از این جیانت اسکلت میده. اسم فارسیش هم میشه اسکلت غول‌پیکر. آره. بعد یه سری نیروهای 5 ستاره اصطلاحاً بگیم یا 5 اکسیری بگیم، یه سری 4 اکسیری، یه سری 3 اکسیری و یه سری 2 اکسیری داره. حالا با توجه به اون قابلیتی که کارت داره متفاوت کاراشون. الان دوباره این علامت سوال اومد میزنی روش، این 2 ستاره میشه. این ستاره هایی که اصطلاحاً میاد باعث میشه که این نیروهایی که شما دارید باشون بازی میکنید لول آپ تر بشن توی بازی. این اول یه ستاره است، بعد میشه 2 ستاره، بعدش میشه 3 ستاره، بعد 3 ستاره هم میشه 4 ستاره که حالا بهتون توضیح میدم. اگه تونستم یکیشون رو 4 ستاره کنم توضیح میدم. مثلا این 3 ستاره کرده، حالا باز توی ادامه بهتون توضیح میدم. اومدم بیرون از این بتل میام روی کارتا براتون توضیح میدم که به چه شکل هستش که بتونیم راحت تر ارتباط بگیریم با این بخششم. در کل میخوام یه توضیح نسبی راجع به این مود بدم. توی زمینه این هستش که گفتن مثلا روی بازی براول استارز شاید یکم شبیه اون شده، ولی کلا مود جذابی از یک نواختی بازی رو در آورده و میتونه جذابیت‌های بصری بیشتری هم داشته باشه. الان این 3 ستاره شد. همونجوری که میبینید وقتی که یه نیرو مدام آپدیت کنید این از 1 ستاره به 2 ستاره تغییر میکنه و از 2 ستاره به 3 ستاره. توی قسمت چپ هم که ببینید یه سری کارتا رو اگه با هم بذارید یه سری قابلیت‌های اضافه میگیرید توی نبردتون، توی بتلی که دارید با حریفتون انجام میدید. الان مثلا من 2 تا گابلین استفاده کردم. حالا با توجه به نیروهایی که هستش یادتون باشه نیروها یا ساختمون بودن یا مثلا اسپیل بودن استراحاً یا نیرو بودن که اینجا هم اون انجام میشه، ولی فقط اینجا نیرو هستش که مختلف. الان نکنید اون چیزی که زدم یه دونه لول به گابلین هم اضافه کرد بابت این بود که 2 تا گابلین توی بازی بود. اینم که زدم چیزم رفت بالا، اصطلاحاً پکام رفت بالا. این پکا رو میذارم اینجا که دوباره یه دونه 1 ستاره بهم بده. فعلا وضعیت بازیم خوبه، حریفام هم خوبن. بخوام اضافه کنم اینو میفروشم الان بتونم اینو لولش رو ببرم بالاتر. حالا زیاد درگیر این بتله نیستم که حتما ببرمش، ولی میخوام که شما کاملتری ذره خود مود بازی منم ببینید به چه شکل هستش. و کارت های 5 اکسیری خیلی مفیده. مثلا دیدن مثلا این 1 ستاره بود
ولی کارت 5 اکسیری بود. الان میام بیرون بهتون توضیح میدم کامل اینا اکسیرش چیه، اصلا جریانش. باز میبینید من 2 تا 3 ستاره دارم توی دکم، توی اصطلاحاً بتلی که دارم انجام میدم. این چینش قبل بازی هم میبینید 5 تاییه و اصطلاحاً لونه زنبوری بهش میاد، یا 5 زلیایی هستش که 5 به 5. توی چینش قبل بازی مهم هستش که شما چجوری بشینید نیروهاتون رو بچینید و باعث میشه که مثلا یه استراتژی خاصی دارم. مثلا من الان 3 تا جلو چیدم، 3 تا پشت که اون پشتی ها ساپورت کنن جلوی ها رو. حریفم فکر کنم 5 تا جلو چیده بود، یه دونه عقب، که فکر کنم من الان این بازی رو کامل دیگه ببازم بیام بیرون. آره 4 تا نیروهاش زنده است. آره این دمیجی هم که میخوره بچه‌ها بابت این هر نیرویی که دارید به اضافه 1 میشه. مثلا اگه 3 تا نیرو مونده باشه به اضافه 1 4 تا دمیج میدید و کل دمیج تاور هم از 10 هستش. حالا بخوام توی بخش اول توضیح بتل رو دادم. کارتا رو بخوام بگم من کارتا متفاوته بچه‌ها. بذارید بر اساس 100 بذارم. من نگاه کنید خودم بر اساس مثلا دکی که داشتم دارت گابلین رو با والکری و مگانایت رو برده بودم بالا با شوالیه و اکسیرش رو میخواستم توضیح بدم بهتون. من نگاه کنید یه سری کارتام لولش پایینه 11، یه سری 12، یه سری 13، یه سری 14، یه سری 15، همون لولی که توی بازی عادی هستش. ولی خب بخوام توضیح کاملتری راجع به این بخش بدم نکنید بر اساس اکسیر میشه. اینجا کارت هایی که 5 اکسیره هستن شامل ملکه و شوالیه طلایی و حالا پادشاه اسکلتی، اینا کارت های خیلی خوبی هن. یعنی یه سری قابلیت های اضافه دارن. حالا بر اساس اون چیزی که تو بازی بود همون هست. مثلا ملکه کمامدار بعد از اینکه 2 ستاره و 3 ستاره میشه 2 ستاره میشه 2 تا اهداف رو میزنه و همزمان غیب میشه. 3 ستاره هم که میشه همزمان 3 تا اهداف رو میزنه و غیب هم میشه. یعنی اینا کارت های خیلی خوبی هن. بخوایم مثلا از سطح ضعیف، خوب، متوسط و عالی تقسیمشون، اینا میشن کارت عالی. کارت بعدی کارت 4 اکسیرن. کارت مثلا همین ماشین گابلین، راهزن و روح سلطنتی و مگا شوالیه و شاهزاده خانم. اینا میشه کارتایی که یه لول پایین ترن. از اینها میتونید استفاده کنید که بهتر بتونید به اهداف برسید. اینا من ببرم یه لولش بالا. کارتای بعدی یعنی یه لول پایین تر کارتای 3 اکسیره میشن. همونطور که میبینید شاهزاده هستش و جیانت اسکلت و دارت گابلین و جلاد و حالا اسم فارسیشون اینجا میاد دیگه، من اسم انگلیسیش اصلا کلا یادم رفته، و پکا و والکری. و کارتای آخرم که کارتای به درد نخوری هم ولی توی مود بازی باید خیلی با اینا کار کنید. 2 اکسیریا واسه تریدی که اون پایین هستش توی میز نیمکت خیلی مهم هستن که 3 ستارهشون کنید. بعد از این 3 ستاره که کردید هم میتونید از خودشون استفاده کنید، هم میتونید بفروشینشون از اکسیراش استفاده کنید. مودای بازی هم بخوام توضیح بدم، هر بازی که ما میریم داخلش یه مود داره. حالا بخوام مثلا اینجا کاملتر هستش همه این مودا بخوام توضیح بدم، یکیش مثلا وقتی فرمان روا شکست میخوره 5 اکسیر میگیره. میگه مثلا این مودو ما تست کردیم با بچه خودمون، اینجوری بود که مثلا شما باید مثلا بازی اول دوم و توی بازی که میری توی بتل که میری به بازی که 10 تا اکسیر مفت بگیری بتونی توی ادامه بازی ها رو ببری. این خیلی مهمه. حالا مثلا به اسم میراث گذاشتن. بازی بعدی نمیشه تیم بزرگتر، مود خاصی به بازی اضافه نمیشه، فقط مثلا شما به جای که 2 تا بازیکن بذاری میتونی 3 تا بازیکن بذاری و راند بعدی به جای 3 تا 4 تا میذاری، یه دونه اندازه تیم بزرگتر میشه. پول گنده همه فرمانروا 5 اکسیر اضافه تر بازی رو شروع میکنن. این هم یه مود دیگه است. مودهای بعدی رو بخوام بگم با 2 نیروی 3 ستاره با نیروی 2 ستاره 3 اکسیری شروع کن. یعنی یه نیروی بهت میده که این ایفی که گذاشته رو داره و با اون شروع میکنی بازی رو.
با نیروی 2 ستاره 2 اکسیری شروع کن. اندازه تیم همیشه 8 است. اینم یعنی میتونی هر چند تا نیرویی که خواستی به اندازه 6 تا نیرو توی بتلت استفاده کنی. بعدی بخوام بگم ثروتمند و ثروتمند به ازای هر 2 اکسیر توی نوبت بعد. اینم باز همون جوری که هستی، شما باید اکسیراتون رو مثلا توی مود بازی نگه داری. بعد از اینکه اکسیرتو مثلا نگه می‌داری، به جای مثلا 6 تا اکسیر نگه داشتی، توی راند بعدی 3 تا اکسیر اضافه تر هم بهت میده، یعنی 9 تا هست، 4 تا هم اکسیر خودش میده هر راند بهت، میشه 6 و 3 9 با 9 و 4 هم میشه 13 تا اکسیر. خب این خیلی خوب میتونه بهت کمک کنه که بازیاتو ببری. ستاره قهرمان با نیروی 5 اکسیری تصادفی یه دونه از همون 5 اکسیری ها میده واسه اول بازی به هر بازیکن که بازی رو شروع کنه. حالا اینم روی شانسه. حالا یه سری با یه سری کارتا بهتر بازی میکنن، یه سری ضعیفتر، ولی سعی کنید با همه کارتا بتونید بازیاشو دست کنید، قلقاشون دستتون بیاد. با 2 ستاره 4 اینم باز همون جوریه ولی یه مود دیگه است. مثلا میگه با نیروی 2 ستاره 4 اکسیری شروع میکنی. اینا زیاد چیز سختی نیستش. شروع کننده نبرد، نیروی ردیف اول خونها 15%. این هم دیگه مشخصه، میگه 50% از آسیب دریافتی رو بازتاب میدن. هرچی کمتر بهتر. شروع نبرد، اگه تعداد نبرد کمتر، قیمت تیمت 20% تحمل ضربه و سرعت ضربه بیشتری میره که مشخصه دیگه، نیاز به توضیح نداره. وقتی نیروی دشمن رو شکست میدن، سرعت ضربهش به مدت 6 ثانیه 100% بیشتر میشه. این هم که نیاز به توضیح نداره. اولی رایگان، این هم خیلی مود جذابیه. شما باید یه جوری تریدتو بچینی که اولین کارتی که میگیری 5 اکسیره باشه و واسه رایگان بیفته. اولین کارتی که انتخاب میکنی توی این مود رایگانه و این خیلی میتونه بهت کمک کنه. سعی کنید توی این مود که زده اولی رایگان، اون نیروی رو انتخاب کنید اصطلاحاً که 5 اکسیری یا 4 اکسیری هستش که بتونید روی تریدی هم که میکنید، یعنی نیروها رو جابجا میکنید، بتونه بهتون کمک کنه. مال خودمی اولین این هم چیز مود جالبیه. شما توی بتلتون که میرید، اولین نیروی دشمنی که بکشید میاد روی نیمکت شما، 1 ستارهش میاد. البته این هم مود جالبیه. این هم یه دونه جمع کننده اکسیر، همون ساختمون اکسیر بهت میده که هر دور 2 اکسیر تولید میکنه. سعی کنید تا اوله مثلا تا 2 راند اول اینو نفروشید که یه ذره اکسیر واسهتون جمع کنه. بعد مثلا به 7 یا 9 رسید بفروشیش، بتونید از اکسیرش استفاده کنید. بعدی نیمکت پاندورا، اگه اشتباه نخونده باشم، من اینا رو انگلیسیشو همش دیدم دارم اینجا فارسی میگم، یه اذیت دارم میشم. در هر دور نیرویی که تو اولین جایگاه از سمت راست نیمکتت هست به یه نیروی تصادفی یا همون هزینه تبدیل میشه. تقریبا مثلا یه دونه مثلا 2 اکسیره شما آرچر گذاشتی، توی دور بعد ممکنه اون آرچر تو تغییر بده به بربر و یا نیرویی که داری بهت کمک کنه. کلا نگاه می‌کنی ببینی چه نیروی 2 ستاره‌ای داری. مثلا یه آرچر 2 ستاره اگه یه آرچر گذاشته باشی اونجا، تبدیلش میکنه مثلا به بربر، که مثلا اگه بربر داشتی به بربرات نیرویش اضافه شه و ستارهش اضافه شه. تقلید نیمکت، توی هر دور یه کپی یه ستاره از نیرویی که توی اولین جایگاه نیمکت از سمت راست باشه بده. همین مودی که داشتم بازی میکردم اول بازی بود. شما میتونی مثلا 5 اکسیری یا 4 اکسیری بذاری اونجا، دور بعدش یه دونه رایگان یه ستارهش رو بهتون میده. 4 ستاره مجموع نیروهای 2 برابر شده و نیروهای بیشتری تو فروش کنش. اینم میگه واسه ترید خیلی خوبه. نیروهای کپی رو زیاد میده، یعنی مثلا من اشتباهی اونجا توی ویدیو گفتم بربر، مثلا بربر میذارید توی تریداتون، تغییر مثلا بربر میده توی اون تریدی که هست که سریع بتونید 4 ستارهش کنید. اینم مود جذابیه. حقیقتا من خودم تا اینجا فعلا بازی کردم، مودهای بعدی رو چک نکردم. مثلا 3 تا مود اینجاست، 3 تا دیگه اینجا، 6 تا 9 تا مود دیگه هستش. من سعی می‌کنم توی ویدیو بعدی اون 9 تا مودم براتون توضیح بدم. این ویدیو هم زیاد نشه، 14 دقیقه شده فعلا. یه دونه دست دیگه هم سعی می‌کنم براتون بازی بگیرم، یه توضیحاتی هم اونجا بدم. کارتا رو هم سعی کنید این کارتا فعلا نکنید. 1 2 3 4 5 4 تا 20 تا کارته. احتمال فراوان به این کارتا اضافه میشه، قطعا به این کارتا اضافه میشه. مثلا دارن دنبال این هستن که مثلا چه کارتایی رو اضافه کنن و چه کارتایی رو شاید از این لیست حذف بکنن. ولی معمولا کلش رویال توی این زمینه مثلا
شاید مثلا بگه مثلا توی دور بعد مثلا ما روح سلطنتی رو نداریم، به جاش مثلا 5 تا کارت جدید دیگه میده. حالا سیاست‌های باید ببینیم کلش رویال چیه، ولی قطعا به این لیست اضافه میشه. فعلا این 20 تا کارت هستش. من یه دونه این ویدیو رو قطع میکنم، بازی بعدی رو میزنم واسهتون، یه دست بازی میکنم که روی اون دیگه توضیحاتی نمیدم. باز اگه سوالی داشتید تو کامنت ها ازم بپرسید، سعی میکنم اگه خودم میدونستم که بهتون جواب بدم سریع، اگه خودم هم نمیدونستم از کسی بپرسم بهتون بگم، ولی معمولا سعی میکنم خودم سریع بهتون پاسخ بدم. ممنون که من دنبال میکنید. من MGH هستم. سعی میکنم ویدیوهایی در زمینه بورد گیم و بازی های اینترنتی مثلا کرش رویال، کرش آف کلنز و کالاف و پابجی بذارم واسهتون. این اولین ویدیوی من بود. ممنون میشم اگه منو حمایت کنید. مرسی بچه‌ها.